GAC به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازهای چین چه محصولاتی داره؟ رقیب مستقیم تسلا مدل وای که با یک بار شارژش میتونه 700 کیلومتر راه بره، 0 تا 100ش زیر 5 ثانیه است. این ماشین هایپتک HT، تاکسی تمام خودران با تکنولوژی آدیگو پایلت، موتور 150 کیلویی با 9000 نیوتن متر گشت‌آور و 780 اسب بخار قدرت، GS8 از زیربند ترامپچیه GAC که 400 نیوتن متر از یه موتور 2 لیتری گشت‌آور داره و یک کراس‌اوور بزرگه که یخت از لند کروزر کوچیک‌تره. هایپتک SSR با 1200 اسب بخار قدرت و 0 تا 100 1.9 ثانیه‌ای. هوندا آکورد و هوندا بریز توی چین توسط GAC تولید میشه. خیلی از محصولات تویوتا رو هم توی چین شرکت GAC تولید میکنه. تویوتا سینا، تویوتا هایلندر و تویوتا BZ3X. تقریبا 40% از محصولات تویوتا توی چین توسط GAC تولید میشه. یک کمپر مفهومی هم اینجا داریم که چقدر خوب طراحی شده، چقدر خفن و آینده نگران است. آیون S7 با یه استایل که شبیه به رنج رووره، موتوری که به جای بنزین هیدروژن میسوزونه، آیون وی با برد 640 کیلومتری با یک بار شارژ و یه خیلی ماشین از آینده، ماشینای مفهومی که حتی خود چینی‌ها هم محو تماشاشونن. GAC یکی از 5 خودروساز برتر چینه و از 77 سال پیش تا الان داشته خودرو تولید می‌کرده. شرکت راسا موتور خاورمیانه توی ایران عرضه کننده محصولات GAC که میتونید از طریق این شرکت محصولات این برند معتبر رو بخرید.